پیوندهای الهی هرگز اتفاقی نیستن. هیچ رابطه‌ای به اراده شکل نمیگیره، زیرا تنها خداست که تعیین میکنه که چه زمانی کجا و با چه کسی باید دیدار کنیم. حکمت گیتا. هر رابطه‌ای در زندگی، دوستی، عشق یا راهنمایی، بخشی از نقشه الهی پروردگار است. شاید گمان کنیم خودمان دیگران را انتخاب می‌کنیم، اما این خواست و تدبیر الهی است که روح ما را در زمان مناسب به هم پیوند دهد. به زمان بندی روابط خود ایمان داشته باشید. اگر این پیوندها برای رشد و تعالی شما مقدر باشد، خدا آنها را به سویتان هدایت خواهد کرد. در نگاه فرهنگ پارسی و آیین معنوی ما، هر دیدار یک پیوند مقدس و سرنوشت ساز است. برای برخی آموختن، برخی برکت دادن و برخی برای همراهی ابدی در کنارتان می آیند. با تمام قلبت برام کامنت